درود دوستان عزیز. من این مدل رو قبلا درست کردم، یعنی یه چند تا سیوش رو دارم، اونا رو میارم بعد توضیح میدم که چجوری انجام دادم اینا. اول که از ابزار موو استفاده کردم. توی آموزش قبلی که توی آموزش ماستر همون قوله هستش که توضیح دادم چجوری مثلا یه تصویر رو بیارین توی زیبراش و حالا سیواش هم میبینید من ایمپورت میکنم اینجا نشون میدم بهتون. چون این ویدیو صدا نداشت همینجوری دارم صداشو ضبط میکنم، توضیح میدم در موردش که بتونم آپلودش کنم. ببینید به این صورت که من اومدم زیری میش کردم کاراکتر رو، هی سیوهای مختلفش رو با براش های موو انجام دادم، با براش اسنیک انجام دادم این کار رو. همینطور که میبینید براش های مختلفی میتونید شما با هر کدوم که راحت ترید این کار رو انجام بدید، ولی خب باید تهش اینو یادتون باشه که هی باید مثلا اینو داینامش کنید، از ابزار داینامش استفاده کنید. و قبلا من توی آموزش قوله توضیح دادم که باید از چه ابزاری استفاده کنید. همینطور که میبینید مثلا من پاهاش اومدم درست کردم اینجا، خیلی راحت اینا رو موو میکنیم چون این تصویر فانتزی کارتونی بود. من قبلا این انتخاب کرده بودم توی کلاس، بعد اینو به این صورت انجام دادم. همینطور که میبینید پاهاشو موو میکنم، انگشتاشو میارم بیرون و بعدش داینامشش میکنم. بعد پاهاشو براش اسموس میزنم. اینجا میبینید که حالت گردی استوانه‌ای داشته باشه که بعدش بتونم انگشتارم بیارم بیرون، انگشت پاهاشو همینطوری ادامه میدم. حالا من اینو تند نکردم، همینطوری دارم روش صحبت میکنم که بدونید چی کار کردم. بعضی از قسمت‌ها که نیاز به توضیح داشته باشه اونا رو توضیح میدم که چی کار کردم. ببینید با براش مثلا موو یا اسنیک اینا رو مثلا میارم بیرون، انگشتاشو یا با براش موو انتخاب میکنم. بعد دوربین رو یه طوری نگه میدارم که حالا بتونم راحت تر اینا رو بیارم بیرون. ورتکس هایی که میخوام رو انتخاب میکنم میارمشون بیرون. حالا حالت ورتکسی میاد بیرون چون ساب دیویژن هاشون کمه. دیویژن ها رو میبینید من روی 1 گذاشتم که اینا رو بیارم بیرون. بعد حالا وقتی میخوام برم دیتیلش کار بکنم اونا رو دیویژن رو زیاد میکنم، مثلا میذارم رو 2 یا 3، بستگی به حالا نوع ساب دیویژن ها داره، اونا رو میکشم بیرون. و بعد میبینید اینجا براشم عوض میکنم، با اسنیک راحت تر میاد بیرون. یه ذره براش رو بزرگتر میکنم دیگه، نمیخواد چند بار مثلا شما اگه با موو بخواید انجام بدید باید چند بار اینو بکشید، هی روی همون ورتکس ها رو هی انتخاب کنید بکشید بیرون، اینطوری میشه. بعد حالا اسموسش میکنم، میارمشون بالا، با موو مثلا میبرم بالا، جابجا میکنم چون رو سطح میخواد قرار بگیره پاش که نمیتونه اینطوری راه بره. بعد مثل همون تصویری که اونجا هست، حالا عکسی که اونجا هست من گذاشتم توی رفرنس، بک‌گراند رو میبینید، میتونم از رو همون حالا این چنگالاش یا حالا این ناخوناش رو درست کنم. میبینید به همین شکل انتخاب میکنیم، اینا رو میاریم بیرون. بعدش باید ببریم بالا دیگه، مووشون کنیم بالا. حالا هم میتونیم براش رو بزرگتر کنیم این کار رو انجام بدیم با براش موو، یا مثلا کار دیگه هم میشه انجام داد، مثلا ماسک کنیم یه قسمت رو، بعد با ابزار موو ترنسلیت خود زیبراش اینو ببریم بالا، که من اینجا با همین براش موو این کار رو میکنم. اینا رو میارم بالا که درست بشه. مثلا بعضی جایی که میبینید میرور کردم اینو اسموس میکنم و حالت این چیزی که از
روی همین کانسپتر یا روی همین عکسی که اونجا بوده، عکس کروکودیله برداشتم، دوباره دارم اینا رو درست میکنم، نرم میکنم. همینطوری که میبینید یه ذره ساب دیویژن رو زیاد کردم، گذاشتم رو 3 دیویژن ها رو که بتونم راحت تر اینا رو حرکت بدم بیارم بالا. دوربین رو به یه حالتی باید شما بچرخونید که میدونید با کلیک چپ موس میتونید دوربین رو بچرخونید، زاویه دوربین رو، بعد روی اون قسمت کار کنید. به این صورت بعضی از قسمت ها رو میام از براش های دیگه استفاده میکنم، اسموس میکنم، یا براشی که برای بیرون آوردن این قسمت ها رو انتخاب میکنم، اسموس میکنم، یا اینکه برجسته میکنم، بعد دوباره نرمشون میکنم. به همین شکل انجام میدیم. حالا دیگه کار بکنید دستتون میاد بعد چی کار کنید. چند تا مدل اینطوری درست کنید، چند تا مدل همینجوری ریفرنس بذارید تو بک‌گراندتون، با اون ریفرنس کار کنید. مثلا یه چند تا عکس کروکودیل مثلا واقعی هم حتی پیدا بکنین، ببینید که چه جوریه. اگه بخواید فلسایی روی بدنش رو درست کنید، یه چند تا کانسپت اکثرا اینطوری کار میکنن که چند تا کانسپت پیدا میکنن یا چند تا مدل و عکس پیدا میکنن، ببینن کل ماجرا چیه، کل ماجرای اون مدلی که انتخاب میکنن چیه. مثلا اون مدل باید حالا کروکودیل، نمیدونم فیل، حالا هر حیوان اسلحه هست، هر چیزی، یه شیء، یه دونه حیوانه یا حتی انسانه، نگاه میکنن ببینن تو اونجا چه شکلی باید باشه. مثلا دستش چجوری باید باشه، پاش چجوری باید باشه، پوستش چجوری باید باشه. اینا رو از تو اون میتونن در بیارن. من هم همون کاری کردم، از توی همونا نگاه کردم، بعد اومدم. البته این کانسپت خوبی بود، میشه مثلا درش آورد به همین شکلی که میبینید. من میام اینجا هم انجام میدم، برجسته میکنم یه مقدار، یه حالتی که فرو رفتگی برجستگی داشته باشه. ولی خب من میخوام با لیزی موس رو از ترانسفورم، زیرمنه ترانسفورم فعال کردم، با اون یه مقدار این کار رو دارم انجام میدم که براشم رو میتونید ببینید. حالا اینجا هم بچه های چند تا کار همزمان انجام داده بودن وسط کارا، اونا رو هم بهتون نشون میدم ببینید. تو کلاس یه چند تایی بود از این کارا. مثلا این فکر میکنم جلسه 4 کلاس بود، یه سری دوره ها بودش توی مجتمع فنی. من اونجا توی یکی از این بخشا اینو توضیح میدادم. این فکر کنم جلسه 4. هر قسمت دوره ها 2 ساعت بود، 2 ساعت زمانش بود. جلسه 4 مثلا ما اومدیم این کارو کردیم که باش به بهونه این مثلا ماسکو کار کنیم. همینطور که میبینید با کنترل و کلیک چپ ماسک میکنیم و با ابزار موو هم خب الان خیلی بهتر شده. این زیبراش یه ذره قدیمیه، این برای 10 سال پیشه. مثلا موو میکنیم، روتیت میکنیم، این کارو میکنیم. جلسه 4 مثلا اینطوری بود که حالا داینامش و ماسک و اینجور چیزا رو بیشتر کار میکردیم. به این صورت حالا من اون یکی چیزا هم دوره ها، اون یکی جلسه ها هم گذاشتم، حالا صداشون یه ذره خوب نبود. اینم صداش خیلی بد بود، به خاطر همین خودم دارم توضیح میدم روی این کاراکتر که هی تو مسیج رو میزدن که توی همین کانال میگفتن که این صداش بده، حیف که صداش بده، کاش صدا نویزش رو میگرفتیم دیگه. من وقت نداشتم، اینم با گوشیم دارم نگاه میکنم، همینطوری اینجور توضیح میدم که حالا امیدوارم به دردتون بخوره. میبینید همینطوری روی این بدنش کار میکنم، فرو رفتگیه. حالا این پاهاش، میبینید زانوهاش برعکسه دیگه، خمیدگیش. که حالا من اینو جلوتر، حالا پارت بعدی، قسمت بعدی ریگش هم کردم، کاملا ریگش رو میذارم.
همینطور که میبینید با براش کلی دارم اینو رو حالت زی ساب زی اد اینا رو هی تغییر میدم. با نگه داشتن آلت اینو میتونید تغییر بدین، زی ساب زی ادش کنید، یا اینکه همونجا برید اون بالا تو منوی زی اد و زی ساب این کار انجام بدین. حالا من آر جی بی هم روشنه، میتونه آر جی بی هم روشن نباشه اصلا، که رنگ نمیخوایم شما بکنیم، هیچ پینتی نمیخوایم بکنیم دیگه، آر جی بی هم حالا روشن کنم. البته اینا رو توضیح دادم قبلا، حالا کسی که زیبراش بلد باشه اینا رو میدونه، فقط برای اینکه این چیزایی که حالا استفاده میکنم رو ببینید. اینجا هم که لود کردن و این چیزا رو توضیح میدم که حالا مثلا میتونید این تولز رو از ابزار این منوی تولز رو از این ور بردارید جابجاش کنید، بتونید جابجاش کنید بذارید سمت چپ راست. من برای فرو رفتگی یا برآمدگی ها از این براش استفاده میکنیم. میبینید ساب دیویژن و دیویژن رو زیاد میکنم که بهتر بتونم. میخوام این فنسای روشو بیارم بیرون، فنسای روی بدنشو، بالای بدنشو. میبینید 3 تا تیکه است، یه دونه سمت نزدیک پاهاشه، یه دونه وسط بدنشه. اینا رو من میارم بیرون که حالا یکم نزدیک بشیم به رفرنسمون. اینا رو دارم اسموس میکنم تا حالا بیام روش از همین براش استفاده بکنم. براش انتخاب میکنم. این لیزی موس رو زیاد میکنم، حالت این خطه که چون با موس کار میکردم اون موقع، بعد این خطه ببینید خط راحت، این همه اینا با موس انجام دادم، با براش نیستش، قلم نوری نیست. این خط رو میبینید، این خط لیزی موس خیلی کمک میکنه شما ببینید براشتون کجا دارید میکشید. دونه دونه اینطوری شکلش رو عوض میکنید. حالا اگه دوست داشتید مثلا یه دونه آلفا میتونید از اون ور اضافه کنید، ولی خب این مقدار فاصله اینا رو شما میتونید تغییر بدید. ببینید من یه آلفا هم اینجا میذارم که فرم اینا رو تغییر میده. حالا یه چند تا عوض میکنم تا ببینم کدومشون بهتر. اینو چرخوندم که یه مقدار تیز بشه. اینو تند نکردم، ولی همینجوری یا کردم یادم نیست، فکر نمیکنم تند کرده باشم. به این صورت حالا میگردم تا یه براش آلفایی مناسب پیدا کنم. براش مناسب، آلفای مناسب رو که پیدا کردم روی اون میکشم تا حالت بهتری پیدا کنه. میبینید همه شکل‌ها رو شما میتونید. حالا یه کاراکتری دیگه دارید که اینجوریه، میخواید یه جوری خطیای پشت سر هم بیفته یا دایره‌ای باشه، هر کدوم از اینا رو میتونید استفاده بکنید. به صورت حالا کلی من حالا این انتخاب میکنم، میتونم روتیتش کنم، میتونم یه مقدار تیزترش کنم، مثلا یه مقدار حالت شارپتر داشته باشه. اینا رو زیاد میکنم تا حالت شارپی رو داشته باشه. میتونیم فلیپ هم فلاپش کنیم. حالا میبینید حالت یه ذره خیلی قلم به قلم بشد. یه مقدار کم میکنم، این حالت شارپنسش رو بیشتر میکنم، براش هم کوچیک‌تر میکنم. آره دقیقا همینی که میخواستم. به این صورت. خب الان این دوتا رو که دیدید میرورش کردم. بعد وقتی میرورش میکنید راحت تر میتونید هم دو طرف و البته میرور زد هستش دیگه، میرور ایکس داریم، میرور زد داریم. تو ترانسفورم میتونید اینا رو تغییر بدید که دو طرفش مثلا بالا پایین بیفته، چون این کاراکتره تو محور زد و ایکس فرق میکنه یه مقدار، این طرفیه، به خاطر همین من روی زد زدم اینو. بعد ایکس رو که میزنید خودش میرور میکنه دیگه، ایکس رو که میزنید توی زیباش میرور میکنه و میتونید به صورت آینه‌ای در واقع روی این کار کنید. حالا من مثلا اومدم این کارم انجام دادم، یکم به هم ریخته میشه دیگه. به این صورت شما میتونید روی این دونه دونه اینا کار کنید، یا اینکه حالا پاکشون کنید از اول،
یا میتونید بیشتر شکل دیگه ای روشون بذارید، یکم کم رنگ ترشون کنید. دقیقاً با همون لیزیموس روی اون میفته. به این شکل دقیقاً دونه دونه روی اون قسمتایی که حالا اگه من مثلا کلید یکم بزنم اینجا، اگه تکرار بخوام بکنه کلید یکو بزنم، یک اینا رو تکرار میکنه. یعنی همون اگه دوربین رو حرکت داده باشین دوربین رو تکرار میکنه، اگه براش رو حرکت داده باشین یعنی هر کاری کرده باشین همون رو تکرار میکنه. کلید یکو حالا میزنم اینجا، اینا رو هم تکرار میکنه. حالا هر دفعه هم یه سیو میگیرم که مال هر قسمتی که مرحله به مرحله رفتم جلو رو داشته باشم. حالا این کارهای چند تا از بچه ها که آورده بودن اینجا، این که نیست، مثلا اینا رو اومدم بذارم باشون کار کردم. اینجا ببینید اینا رو هم درست میکنم دیگه. از ابزار موو دوباره استفاده براش موو استفاده میکنم. ابزار منظورم اون براشه. حالا میتونه موو تولز باشه، موو تولز فرق میکنه، موو روتیت اینا فرق میکنن، ولی براش موو همین براشی که الان موو توپولوژی مثلا یه مقدار فرق میکنه. با مثلا موو توپولوژی با موو فرقش اینه که توی موو وقتی ما میایم موو میکنیم یه چیزی رو، یه شکلی رو، اگه اینا مثلا توی مایا، اگه مایا کار باشین یا مکس کار یا هر برنامه بلندری چیزی که یه کامباین دارن میچسبونن به هم آبجکت ها رو، یا همینجا اگه مثلا آبجکت ها رو مرج کنید با براش مثلا موو توپولوژی میتونید هر کدومو به صورت مجزا حرکت بدین. در واقع اینا به هم چسبیدن، اما شما میتونید به صورت مجزا اینا رو موو کنید، یعنی جابجاشون کنید. ولی اگه از موو تول استفاده از براش موو استفاده کنید، موو خالی، موو براشی که متفاوته، مثل توپولوژی نیست، همینی که دارم استفاده میکنم نیست. مثلا اونطوری شما همه چیز آبجکت هایی که به صورت به هم چسبیده هستن یا مرج هستن با هم جابجا میکنن. ولی موو توپولوژی به صورت مجزا همه آبجکت ها رو جابجا میکنه. همینطوری که میبینید دیگه اینا نیاز به توضیح نداره، شما باید اینا رو خودتون کار بکنید تا ببینید. مثلا من اینا رو چرخوندم طبق حالا تصویرهایی که دیدم، حالا تو واقعیت توی تیریدی های دیگه مثلا آرتیست های دیگه کار کرده بودن، اینجوری من اومدم اینطوری مووشون کردم. مثلا به سمت بالا سیخ بالا نباشن، یه مقدار مایل باشن، متفاوت باشن. تو اون عکس هم اینجوری بود دیگه، منم همین کار کردم. حالا تو اون عکس ها یه ذره پهن‌ترن یا یه ذره ریزترن، حالا دیگه اون موقع من اینجوری آدم کار کردم. حالا اینا رو حالا همینطور که میبینید دوباره اومدم اینا رو فور رفتگی ایجاد کردم با کلی، براش کلی. به این صورت مووشون میکنیم میبریم داخل، یعنی موو که نکردیم، حالا زی سابشون میکنیم به سمت داخل با ساب دیویژن کم. ساب دیویژن کم اول میبینم به چه صورتی. البته این باید، حالا من چون نمیخواستم اینو ریتوپولوژی بکنم، من اومدم همون تو ساب دیویژن خیلی کم که میخوام ببرمش تو نرم افزار مایا، اینو اومدم کم تو ساب دیویژن کم اینو درست کردم. ساب دیویژن دیواید پایینش رو صاف و درست کردم که بتونم راحت‌تر مثلا بیام از بلین شیپ استفاده بکنم، ابزاری که توی مایا مثلا برای ریگ استفاده میکنیم، برای ریگ صورت و این چیزا. و زیر چشاش هم اینطوری یه ذره قلمبه میکنم با همین براش کلی. کلی خالی، به کلی بیلداپ نیست، کلی. بعد به این صورت میبینید زیر چشاشو 3 تا خط میندازم. بعد البته شبیه کوسه شده ولی خب مثل چیزشه دیگه، مثل مدلشه. حالا از زاویه‌ای دیگه هم داشتم اینو تصویرشو. بعد روی این فکش و دهنش هم میایم به کار میکنیم.
این خطا رو میذارم همینطور که میبینید. این دفعه از براش کلی بیلد آپ استفاده کردم. کلی بیلد آپ یه براشیه که پیش‌فرض دیگه. این براش ها یه آلفا هم روش داره، آلفای مربعی، همینطور که میبینید حالت مربعی اینا رو میاره بیرون. حالت شما میتونید اسموسشون کنید، نرم کنید، شکل دیگه ای بدید بهش، یا حتی این تنظیماتش رو تغییر بدید براشو، یا اینکه حالا این آلفاشو تغییر بدین. حالت مربعی که سمت چپ میبینید روی اون هست، میبینید من اینجا شیفت رو نگه میدارم که اینو اسموس میکنم، شیفت و کلیک چپ اسموس میکنم، نرم میشه. بعضی از قسمت هایی که اینطوری تیز هستن و نداشته باشه. به این صورت این کار انجام میدم و توی دهنش هم که اینطوری میام فرو رفتگی میدم. میبینید ساب دیویژناشو کم میکنم که راحت تر بتونم این فرو رفتگی رو انجام بدم. حالا میبرم داخل با بیلد آپ، یا اصلا براش کلی که زی سابشون میکنم به سمت داخل میرن فرو رفتگی. بعدش که شیفت رو نگه میدارم، میبینید هی همزمان دارم شیفت رو نگه میدارم، اسموس میکنم. به این صورت مووش میکنم تا بهتر بتونم ببینم. ته حلقش هم بذاریم ببرم داخل تا بیشتر اون نزدیک بشه حالا به اون چیزی که میخوایم. همینطوری ادامه میدیم و میریم جلو. حالا من همینجوری اینا رو که توضیح میدم، بعضی جاهاش هم توضیح نمیدم دیگه، مشخصه دیگه. شما اگه کار کرده باشین اینو میتونید به این صورت میدونید دیگه چی کار دارم میکنم. اون بغل سمت چپ خودتون توی اونجا براش رو ببینید، براش اسموس میشه، شیفت رو نگه میدارم. بعد اینجا که میبینید حالت کلی بیلد آپ هست، عکس براشه هست، دارم اینجا موو میکنم به سمت داخل، در واقع زیسابش میکنم به سمت داخل که اون فرو رفتگی رو ایجاد بکنم. اینو میخوایم یه ذره بهتر کنیم، رو دیتیلاش کار میکنم. اینجا دیگه من چیزی نمیگم. حالا بعضی جاش که خیلی مهم بود و لزومی داشت که توضیح بدم، میبینید اینجا یه ذره خراب شده و دوباره اومدم این کار رو انجام میدم، یه ذره بهترش کنم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب الان میبینید توی دهنش یه کم فرو رفته تر کردم که بیام بعدن حالا برای زبون و حلق و ایناشو درست کنم، اون قسمت زبون و حلق رو بذارم. روتیتش میکنم، یه نگاه میکنم، بعد یکی دیگه از این سیوا میگیرم ازش. تو اینجا میبینید دهن و حلق و این چیزا رو گذاشتم. دندونا رو حتی اضافه کردم. دندونا رو دونه دونه با استوانه قرار دادم، استوانه ها رو دونه دونه موو کردم و روی اینا گذاشتم. البته با ماسک هم میتونید انجام بدید، مثلا اون تیکه روی دهن رو ماسک میکنید، اون تیکه که میخواید، و بعد میاید اینو اکسترکت میکنید، ماسک رو اکسترکت میکنید میاد بیرون. بعد میتونید اینا رو حالا موو کنید و بیارید. یه ذره درد سر داره دیگه، بعد داینامیشش کنید، زیریمیشش کنید. ولی خب استوانه هایی که میذارید اینطوری، یا مثلا از ابزار از براش های دیگه میتونید استفاده کنید که مثلا اینا رو موو کنید بیارید بیرون از روی کاراکتر، از روی دهن کاراکتر. میبینید الان هم دارم با شیفت و کلیک چپ اینا رو داپلیکیت میگیرم.
موو نگه میدارم، ابزار موو انتخاب میکنم، مووی که برای ترنسلیته، برای جابجاییه، اون بالا میبینید انتخابش کردم. بعد شیفت رو نگه میدارم، با کلیک چپ درگ میکنم، موو میشه. همینطور میبینید 2 تا دیگه درگ کردم، موو کردم، دندونای پایینش رو بذارم اینجا. بعد روتیتش میکنیم برای دندونای پایین. حالا میام اینجا داپلیکیت میگیرم، اینجا میام مووشون میکنم. این مووش یه ذره دردسر داشت، مثلا 3 تا دایره داشت، 3 تا دایره رو باید انتخاب میکنیم برای اینکه این براش موو رو جابجا بکنیم. یکم دردسر، ولی الان دیگه مثل همه نرم افزارهای دیگه شده، مثل مکس و مایا و اینا شده که شما میتونید راحت موو کنید. 2 تا 3 تا چیز داره، ترنسلیت داره، ترنسلیت ایگرگ و زد و ایکس داره، شما میتونید راحت اینا رو موو کنید. ولی این دردسر داشت دیگه، مثلا با اون دایره کوچولوی وسطیه باید ما اونو موو میکردیم. ولی دیگه لزومی نداره اینا رو ما توضیح بدم، ولی خب حالا گفتم که بدونید. قبلا ورژن قبلی زیبراش به این شکل بود. حالا میبینید من دارم حالا حالت میرور ایکس رو زدم، دارم با همون این کار انجام میدم. میتونید خب مثلا اینجا این دندونو میخوام از یه براش استفاده کنم که اینو روی زبون اول قرار بدم، چون زبون ساب دیویژن نداره، دیویژنش هم نمیخوام فریز کنم روی بدن. اگه بخوام قرار بدم رو زبون، این براش رو میگیرم، خودش اینجا یه استوانه قرار میده، مثل همون بالاییه که انجام داده بودم. بعد اینو میام جابجا میکنم، میبینید زبون رو ماسک میکنه، روی اون قرار میگیره. بعد میتونم موو کنم بذارم روی آبجکت دیگه، بعد از حالت ماسک خارجش میکنم یا اینکه سپریتش میکنم. میرم توی تولز، توی ابزار ساب تول، منوی ساب تول، بعد از اسپلیت استفاده میکنم، اونو یه لایه جدید براش درست میکنه، یعنی از ماسک جداش میکنه. میبینید اینا رو روتیت میکنم. البته میگم الان خیلی راحت تر شده، راحت میشه روتیت کرد، اون ابزارش از سخت بود. بعد به این صورت اینا رو روتیت میکنم. بعد دیگه شیفت و موو اینا رو میتونم موو کنم و دیگه راحت دندونای اینم درست کنم. همینطور که میبینید همون از ابزار موو هم استفاده میکنم، براش موو هم استفاده میکنم، یه ذره کج کلشون میکنم دندونا رو. بعدش همینجوری داپلیکیت میگیرم میره جلو. اگه بخواید هر کدوم توی لایه باشه، میتونید از همین داپلیکیتی که توی ساب تول سمت راست الان میبینید از اون استفاده کنید و بعد با موو، با ترنسلیت موو، در واقع همین مووشون کنید. برای دیگه نمیخواد داپلیکیت شیفت و کلیک چپ رو بگیرید، درگ کنید. به این شکل اینا رو میتونید موو کنید. موو میکنید و دندونا رو میچینید دیگه. خودتون ببینید، من اینا رو انجام میدم و میچینم و بعد میریم قسمت حالا یکم دیتیل بدیم بهش و یه ذره حالا همون جوری که تو شکلش هست یه مقدار رنگش بکنیم، پینت کنیم. حالا اون پینتاش هم یه مقدار حوصله سربره، ولی خب ببینید بازم تندش هم نکردم همینجوری. حالا خودتون راحت میتونید تو یوتیوب تندش کنید.
خب همینطور که میبینید کنار این دندونا رو من حالت برجستگی بهشون میدم، یه حالتی داشته باشن که انگار از توی این پوست دادن بیرون، اینا رو مثلا شکافته اومده بیرون و یه حالت برجستگی داشته باشه، برآمدگی، برجستگی اینطوری. همینطوری با براش کلی بیلد آپ مثلا این کار انجام میدم، مووشون میکنم، در واقع براش میکنم، زیادشون میکنم، بعد میام بیرون. همینطوری که میبینید به این صورت خیلی راحت این کار انجام میدم تا یه حالت هم بافتی داشته باشه، یه برجستگی داشته باشه، همین که یه مقدار بهتر باشه. این قسمت مثلا ببینید بالای این فک بالاییشو مثلا اومدم برجستگی میدم. اینجا هم عکسایی که حالا میشه سرچ بکنید و ببینید که به چه شکلی دیگه. حالا ریالیستیکشون شکلیه، عکسایی که حالا رنگایی که ما میخوایم استفاده بکنیم، مثلا از این رنگ میتونیم استفاده بکنیم، کانسپت رنگ، کانسپت مدل، حالا بسته به نوع کارتون داره دیگه. حالا من مثلا میخوام از اون رنگا استفاده کنم، الان براش مثلا استاندارد رو انتخاب میکنم، بعدش همینطوری اسکالپ که کردم یه ذره نرمش رو اینو کردم و حالا اگه نویزی چیزی هم بخواین میتونین روش بندازین. بعد میریم از همین رنگ ها استفاده میکنیم و میخوایم شروع کنیم رنگش کنیم. اول RGB رو روشن میکنیم، زیاد رو دیگه خاموش میکنیم، زیاد زیساب خاموش میشه، براش استاندارد رو انتخاب میکنم. بعد حالا وقتی میخواید رنگ رو ببینید، رنگ ثابتی که حالا پینتی که انجام دادید، میایید از این حالت متریال استفاده میکنید. این متریال کاملا رنگاتون رو به صورت واقعی نشون میده. حالا هر رنگی که روش انجام میدین روی این متریال دیده میشه. اگه بخواین حالا سایه و این چیزا داشته باشه دیگه کلی نباشه، متریالتون کلی استاندارد خود زیبراش نباشه. میبینید این برای رنگاتون که به صورت فلت اینو نشون میده، فلت متریال زیبراشه. بعد اگه بخواین حالا از متریال دیگه استفاده کنید، همون متریال استاندارد سفیدیه که الان من انتخاب میکنم، میتونید از اون استفاده کنید. حالا اصلا فیلش میکنیم، اول رنگ پس زمینش و رنگ اصلی که روی مدلمون میخواد باشه رو فیل میکنیم. فیل که میکنید ثابت میشه این رنگ. البته یادتون باشه این RGB بالا باید فعال باشه. بعد اینو فیل که کردین دیگه این رنگ ثابت روی این قرار میگیره. حالا منم اون رنگی که پیک کردم از اون رنگی که بهتون نشون دادم، یه مقدار سایه هاشو میزنم، بذاره سبز تیره و این چیزا روش قرار میدم. حالا البته الان نرم افزاری دیگه هم هستم برای این کار، ولی خب من اینو ترجیح دادم تو اینجوری بکنم، اینجوری پینت کنم. به این شکل پینت میکنیم. البته فکر میکنم این برای با موس بوده، با موس داشتم انجام میدادم، فرقی نمیکنه، شما میذاره کمک بیشتر میکنه دیگه. حالا اگه چیزم داشته باشین، قلمه، حالا این از این تبلت ها داشته باشین، قلم نوری بهش میگفتن اون موقع، بعد میتونین از اون استفاده بکنین. میبینید الان من تو این اگه میخواستم رنگ کنم مثلا معلوم نمیشد، ولی وقتی تو همون فلت رنگ کردم بهتر اون رنگ رو میدونم چیکار کردم دیگه روی اون. بعد دیویژنتون هم بالا باشه تا حدی که کیفیت رنگی بالا بره خوبه. این پینتی که میکنی دیویژنتون بالا باشه که پیکسل نیفته. البته بعضی موقع لازمه که حالا توی یه کاری این پیکسل باشه، شما میاید روی پیکسل خیلی پایین اینو رنگ میکنه، مثلا همون روی پیکسل 1 دیویژن 1 رنگش میکنم، مثلا پیکسل میفته، بعد میبرمش بالا، حالا اون حالت یه حالت چیزی بهش میده دیگه، اسکچ مانند بهش میده.
حالت بافت اسکچی کارتونی و این چیزها رو بهش میده که میتونید اون کارم انجام بدید. جالبه، اونم پیکسل پیکسلی میشه. حالا این هم تیره میکنم و به این صورت رنگ تیره میزنم روش. این همون طیف رنگیه، همون سبزه، ولی خب میبینید آوردم پایین به شکلی که تو اون عکس قبلیه بهتون نشون دادم، اون کروکودیل اگه دیده باشین همینجا. اینو چند دقیقه پیش اینو نشون دادم. بعد من مثلا همون شکلی دارم اونا فرسایی که در اومده از بدنش بیرون، حالا اون این حالتشو دارم تیره تر میکنم. حالا همینطوری ببینید و جای مهمی بود حالا توضیح دادنی بود توضیح میدم در موردش که چی کار کردم. میبینید بافت خاصی، هنوز آلفای خاصی انتخاب نکردم که اون رنگو به اون شکل بندازم روی کاراکتر. اصلا اون رنگو با یه بافت خاصی نمیزنم رو، همینجوری یه براشه که به این صورت دارم روش میکشم. براش استانداردم هست، RGB روشنه، چیز دیگه هم فعال نیست. ادامه رو ببینید و حالا جایی بود که لازم بود توضیح بدم میام توضیح میدم. خب اینجا رو اگه دقت کرده باشین من میخوام زیر شکمش رو مثلا رنگش رو عوض کنم به همون شکلی که توی رفرنس هست. میبینید یه ذره میبرمش سمت زرد و روی این البته کم رنگه دیگه، مقدار رنگش رو کم کردم که پینت میکنم زیر شکمش رو شبیه همون حالا کانسپت باشه که نزدیک رئاله. به این شکل اینطوری میام رنگ میکنم. حالا دیگه سلیقه‌ایه دیگه، حالا شما اگه فانتزی کارتونی میخواین کار کنین که به این شکل میتونید هر جوری دوست دارید انجام بدید. حالا اگر از رو کانسپت چیزی هم دارید کار میکنید که میتونید همون رو لحاظ کنید، هم میتونید لحاظ نکنید، بازم همش سلیقه‌ایه. میریم جلو بقیه قسمت ها رو هم اینطوری. حالا اگه خواستیم بافتی چیزی هم میذاریم، نخواستیم هم که نمیذاریم دیگه، به همین شکل ادامه میدیم. بافت منظورم همون فرو رفتگی برجستگی دیگه است. مثلا روی پوست همون کروکودیل اگه دقت کرده باشین یا سوسماره این حالت روش هستش، یعنی حالت فرو رفتگی برجستگی زیادی هست، ولی تو اینجا ما اونا رو نداشتیم.
مثلا یه ذره پاهاشو روی پاهاشو میبینید من سبزتر کردم طبق معمول. بعد حالا میخوام بهتر ببینم، اگه میخوایم بهتر رنگشو ببینید که چی کار کردین، میایم مثلا یه ذره این فلتش میکنیم متریالمون رو. وقتی فلت کردیم دیگه راحت تر میتونیم حالا ببینیم کجاهاشو حتی رنگ کردیم کجاهاشو رنگ نکردیم، اون پینت و براشی که انجام دادیم حالا به چه صورتی بوده، یا یه جاشو میخوایم سفید باشه یا میخوایم روشن‌تر باشه، میخوایم تیره تر باشه، اینا رو انجام میدیم. سایه میخوایم داشته باشه، سایه هاشو میزنیم. مثلا مثل همینجا من توی زیر بدن شما میخوام مثلا روشن‌تر باشه، میام این کارو میکنم. یا کف پاشو میخوام تغییر بکنه، میام این کارو میکنم. حالا اینم کف پاشو در واقع این پاهاش و انگشتاش و اینا به خاطر اون کانسپتش انقدر کوچولوه. خب میتونستیم بزرگترش کنیم دیگه، ولی خب کانسپت ما اومدیم گفتیم طراحی از روی کانسپت دیگه، خب باید یه چیزای شبیه کانسپت باشه دیگه. حالا خیلی از قسمتاشو من نمیتونستم، یه کانسپت یا 2 تا عکس داشتم دیگه، از رو اونا باید خودم مثلا به این شکل روش کار میکردم و میبینید این شکلی شد. و حالا میریم جلو، بقیه قسمت ها رو هم توضیح میدم. تو این قسمت توی دهنش رو میخوام رنگ کنم. میبینید میام یه رنگ تیره حالا نزدیک قرمز و اینا، این رنگی ها رو انتخاب میکنم، روی اون رنگ میکنم. حالا میخوام تیره ترم باشه، ولی خب مثلا اینجوری یکم سایه باشه، یکم تیره تر باشه، چون توی دهنه. البته توی حالا رنده گرفتن و این چیزها حالا یه پسه حالا یا سایه یا شادو یا اینکه امبیانت اکلوژن میذاریم که اینجا تیره میشه، اما بازم ما باید مثلا نمیشه دهنش روشن باشه که، باید دهن اینم مثلا یه رنگی بذاریم که تیره تر باشه، حالا نزدیک قرمز یا حالا قهوه‌ای یا تیره یا سیاه. به این صورت رنگ میکنم. حالا زبونش رو اینا هم رنگ میکنم. بعد میبینید دندوناش هم مثلا رنگ شده. دندونا رو بعد از این لایه خارج کنیم. حالا خارج کردن اینا به این صورته که حالا بیایم اینا رو سپریت کنیم. از این ساب تول استفاده میکنیم، اسپلیتشون میکنیم و اینا سپریت میشن، جدا میشن و میتونم اینا رو به صورت جداگانه هم رنگ کنم. یعنی پایه های حتی دندونا رو هم من میام رنگ میکنم که حالت لثه رو داشته باشه دیگه توی این کاراکتر. به این صورت حالا قسمت بالایی رو هم رنگ میکنم، پینت میکنم. پینتی که انجام میدیم به این صورت میبینید تغییر میدم این اندازه پینتو که راحت تر بتونم انجامش بدم. این دندونا هم حتی رنگ شدن. دندونا تو مثلا این دندونای بالایی توی لایه نیستن، اما چون ما دندونا رو هنوز فیل نکردیم، فیل کالر تو قسمت کالر فیل کالرشون نکردیم، به خاطر همین مثلا فیل کالر سفید باید میکردم، به خاطر همین اینا قرمز شدن، چون رنگی که تو پالت رنگمون انتخاب کردیم قرمز بوده، به خاطر همین اینجوری شده. اگه من مثلا بیام الان اینا رو سفید کنم، حالا انجام میدم میبینید اینا رو سفید کنم، شما دندونا رو هم سفید میبینید که رو اونا هم بافت میزنم و رنگش هم میبینید همینجوری رنگ میکنم، مثل همین قرمز روی دندونا رنگ میکنم و دیگه اونا هم انجام میدیم و تموم میشه.
همونطور که میبینید اینجا مثلا رنگ و من دوباره تو پالت رنگی عوض کردم، دندونا و زبونم رنگشون تغییر کرد. چون الان نمیخوام دندونا رو رنگ کنم، همینطوری میخوام برم سراغ زبون و این کنار دندونا و اینا رو رنگ کنم، یعنی پینت کنم. هی میگم رنگ دیگه، همون پینت کردم منظورم. پینت میکنیم، بعد دورشون رو یه مقدار سبز تیره تر میزنم، سبز لجنی انتخاب کردم. بعد به این صورت روی اون قسمتایی که قرمز زده به سمت بیرون اونا رو هم رنگ میکنم، پینت میکنم. به این صورت میبینید. خب اینجا رو ببینید، مثلا یه مقدار ساده شده بود. من گفتم بیام از یه براش استفاده بکنم. براش یعنی در واقع آلفاه، براش استاندارد، یه آلفای حالا پوسته. به این صورت دیفالت خود زیبراش از قدیما بوده همینطوری روی این، یا میتونید دیفالت های دیگه در واقع آلفای دیگه استفاده کنید، از اینترنت پیدا کنید، یا خود همین زیبراش هم تو لایت باکسش داره. از اون آلفا میتونید استفاده کنید، لود کنید داخل این، اتوماتیک میاد تو داخل آلفا. میتونید اون تو اون آلفا زیر براش استفاده بکنید و اینطوری بیاید پینت کنید. هم میتونید با پینت درگ استفاده کنید، هم میتونید با پینت براش استفاده کنید. الان من با براش استفاده کردم، میبینید زیاد مثلا دقیق نیست، تو هم رفته، مثلا اینجوریه دیگه، تو همه، ولی یه بافتی داره توشون. خب منظم نیست. شما باید بیاید انتخاب کنید به صورت منظم. اگه میخواید دقیق باشه و تمیز باشه اونطوری کار بکنید دیگه. همینجوری دیگه من اینطوری کار کردم. این تمام قسمت ها رو یه ذره بهتر میشه دیگه، از حالت اون حالت سادگی خارج میشه، بهتر میشه. بعد به این صورت پاهاش هم همینطور براشو البته یکم کم رنگش کنید بهتر اینا رو میتونید ببینید. این رنگی که روش زدم و از بین نمیبره. به این شکل ادامه میدید و اینو انجام میدید. هر جاش هم که خوشتون نیامد آندوش میکنید، یعنی کلید کنترل زد رو میزنید، یا از همون بالا از اون لیست آندوها میتونید اینو انجام بدید.
حالا تو این قسمت من میام از ماسک استفاده میکنم، چون دندونا روی این چیز قرار گرفته بودن با زبون. من اومدم از یه براشی استفاده کردم که دندونا رو درست کردم، بعد اینا یه تیکه چسبیدم به زبون. خب من میام ماسک میکنم زبونو، یا اینکه میام درگ میکنم ماسک میکنم. حالا این مسئله ماسک کردن و اینا هم به خاطر اینه که چون آموزشیه دیگه، باید اینا هم توی آموزش باشه. میشد با کار دیگه این کار رو کرد، مثلا اسپلیت کرد، اینا رو دیتچ کرد. ولی خب چون تعداد اینا زیاده، لایه هایی که این بغل تو ساب تول اتفاق میفته، یعنی ایجاد میشه، مثلا 20 تا دندونه، 20 تا لایه اون پایین میومد دیگه. حالا ما این کار کردیم که این اتفاق نیفته. بعد رنگ کنیم و میبینید اینا همشون جدا جدا، مثلا ماسک رو جدا کرد، زبون رو با دندونا، این پایین میبینید لایه هاشو. بله به این شکل براش میکشم و بعد زبون و دندونا رو رنگ میکنم، یعنی پینت میکنم. پینت میکنیم یا یه مقدار حالا روشون بافت میدیم که وقتی نور پردازی بخواد بشه، وقتی بخواد اون انعکاس نور و اینا رو نشون بدی. اگه ساده و این تمیز و لیز و اینا باشه، حالت هیچ بافتی روش نباشه، دیدین یه چیزی میشه که انگار هیچ انعکاسی روش درست حسابی نمیفته، یعنی مثل آینه میشه، یه چیز تمیز میشه. ما نمیخوایم اینجوری باشه، میخوایم یه بافتی چیزی هم داشته باشه، نه پرفشنال اونقدر، نه خیلی عجیب غریب، همینجوری که اون نوره روش درست دیده بشه و اون بافت رو داشته باشه، حالا نزدیک به اون چیزی که میخوایم بشه. به این صورت میبینید من اینجا میام یکم تیرش میکنم، یکم سایه و اینا میدم، یکم بافت میدم بهش، از همون بافتایی، بازم از همون براش آلفای خود زیبراشه که دیفالت خودش هم هست. میتونید با ابزار همین استاندارد، براش استاندارد استفاده بکنید. و حالا من RGB رو فقط روشن کردم، شما میتونید زیادم روشن کنید که یه ذره برجسته هم باشه، ولی خب میتونید بعداً هم این کار بکنید با ماسکینگ خود زیبراش. از قسمت ماسکینگ وقتی که اینا رو شما بافت دادی، ماسکینگ هم میتونید ماسک کنید و یه قسمتی که تیره و روشنه رو این ماسک میکنه. بعد میتونید با دفورمیشن های این فلت و نویزش بیاریدش بیرون اینا رو، که اونا رو هم یا جلوتر توضیح دادم یا توی آموزش های همون قوله توضیح دادم، میتونید ببینید. حالا میریم قسمت برای انتخاب اون دندونا رو انتخاب میخوایم اون رو رنگ کنیم. به این شکل میبینید سفیدشون میکنم اول، فیل آبجکتشون میکنم، فیل کالرشون میکنم. بعد که این کارو کردم، حالا میام از براش استفاده میکنم، دونه دونه میتونیم رنگ کنیم، روشون خط بندازیم، روشون ببینید اینجوری سیاه کنیم بالاشونو. میتونیم از براش‌های مختلف، آلفاهای مختلف استفاده کنیم برای رنگ آمیزی. حالا من از استاندارد همیشه استفاده میکنم، از براش استاندارد. آلفاهاشو تغییر میدم، حالا یکی میتونه یه چیزی که استفاده بکنه از براش‌های دیگه. ولی خب اینطوری اومدم روی اینا رو تک تکشون، مثلا اینو کشیدم، رنگشو عوض کردم، یکم مثلا خورده شده، یکم استفاده کرده دیگه از این انجام. بعدش به این صورت، حالا خروجی هم گرفتنی میتونیم از اینا مثلا بامپ مپشون رو بگیریم، دیسپلیسمنت مپشون رو بگیریم، اینا رو بازم تغییرشون بدیم دیگه، اندازه اینا رو هم تغییر بدیم و خب بهتر میشه، اون تمیزی و اون چیزیشو نداره دیگه. این توی کارتون به دردتون میخوره. اینا هدف فقط اینه که با این ابزارها آشنا بشین و یاد بگیرین و به چه صورتی میشه ازشون استفاده کرد. به این صورت اینا رو که رنگ کردم، میرم پینت کردم، میرم سراغ حالا
قسمت دیگه و یووی گرفتن و این بحثا.
حالا تو این قسمت هم که میبینید من با ماسک اومدم چشمشو از روی همون کانسپتی که دیدین چشمشو به این صورت ماسک کردم، یه ذره فرو رفتگی با همین استاندارد انجام. چون ماسک میکنید اون قسمتی که ماسک شده دیگه هیچی روش نه رنگ میشه نه براشی روش اتفاق میفته. شما اون قسمتی که ماسک نکردید و میتونید هر بلایی سرش بیارید. همینطوری که میبینید من هم این کار دارم انجام میدم. ببینید اینجا رو چشم این مثلا این شکلیه، منم دارم شبیه اون درستش میکنم. مردمکش به این شکل، خودش به این شکل، بعد رنگ میکنم. میتونید بازم از براشا و از این آلفا استفاده بکنید و رنگ رو این یا حالا فیل بکنید یا اینکه بیاید براش بکنید بکشید خودتون. میخواید دقیق تر باشه خیلی چشماش و اینا رو کاراکتر میخواید نشون بدید، خب باید دیتیل بهتری داشته باشه. حالا من چون از دور میخواستم اینو نشون بدم یه همجوری یه حالت یه کاراکتر فانتزی باشه دیگه به این شکل اومدم انجام دادم. میبینید که چشماشم رنگ میکنیم و که حالا یه چیزی داشته باشه دیگه کامل بشه دیگه، ناقص نمیخواستم بمونه دیگه. اینجوری رنگ میکنیم چشاشو، بعد دیگه بقیه قسمتاش هم که انجام میدیم. ببینید به چه صورتیه. خب تا اینجای کار خب چشما رو رنگ کردیم، دندونا رو پینت کردیم، چشما رو پینت کردیم، بدنش رو پینت کردیم، مدل سازی انجام شد و بعد دیگه شکلش هم حالا میشه بازم تغییرش داد. حالا به این شکلی که میبینید میشه دوباره توی مایا دوباره گذاشت یا دوباره میشه پینتش کرد به اون شکلی که میتونید مثلا تکسچر بیارید از اینترنت، تکسچر چشم و اینجور چیزا رو قرار بدید. حالا اینجا هم متریال مختلفی وجود داره، اینجا میتونید ببینید نهاییش مثلا چجوری میشه با متریال مختلف تست کنید ببینید چه شکلی میشه. الان مثلا متریالی که گذاشتم روی کل کاراکتر قرار میده. وقتی میایم ولی اینجا ما میذاریمش رو حالت MRGB یا M، یعنی متریال ما میتونیم فیل کنیم فقط روی چشما. میبینید اون متریالی که اونجا انتخاب کردم که براقه روی چشما فقط میتونم. بعد بدن رو میتونم از لایه انتخاب کنم، بعد متریال بدن رو هم اینجوری بذارم رو کلی یا متریال نزدیک اسکین اون باشه. میبینید متریال‌های مختلف رو میتونم انتخاب کنم. مثلا این متریال رو بیام فیل کنم روی فقط بدن. میبینید چشم میگه تغییر نمیکنه چون متریال اون رو داریم تغییر میدیم. متریال روی اون لایه است، بعد رو چشم ما فیلش کردیم. همینطوری فیل که میکنید توی قسمت زیر منوی کالر میتونید اون متریال رو اد کنید روی این. مثلا اینم من اد میکنم روی مثلا کاراکتر، فیل میکنم در واقع اون بالا تو کالر. اگه یادتون باشه یا MRGB روشن باشه یا M. البته MRGB رو روشن نکنید چون MRGB RGB هم هست، این موقع رنگ بخواید فیل بکنید رنگ هم میشه، ولی M رو روشن کنید فقط متریال روش اد میشه و میتونید اینجا. حالا شما نرم افزار دیگه کار نمیکنید، مثلا تو همینجا میتونید یه رندر ترن تیبل بگیرید. ترن تیبل هم این حالت چرخشی اون بالا بزنید تو مووی و حالا خروجی بگیرید ازش یا کارتون رو بخواید ذخیره بکنید و از اینجور چیزا برای نمایشش حالا خوبه. میتونید رندر بگیرید، میتونید از این متریال استفاده بکنید که مثلا لوک کارتون خروجی کارتون این شکلیه. مثلا به این صورت میتونید از این متریال استفاده کنید. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. بعد این آموزش من میخوام حالا قسمت ریگش هم توضیح بدم.